باز بالاش بالی رشادکای اوهانی قطعی بوم مایده بوفی کرده محکم کرده گیه. جوانی تاجیک یک ویدیویی را به رادیو آزادی فرستاد که ظاهراً بازداشتگاه است و این جوان در ویدیو شرایط بازداشتگاه را تصویر میکند و میگوید در مدت یک هفته که دستگیر شد در بازداشتگاه آب و غذای درست نخورده است و شرایط بهداشتی هم در اینجا بد است. نامینه حماماش است. حمامای بوگینی افلاس. جوان تاجیک به رادیو آزادی گفت 8 ماه پیشتر برای کار به عربستان سعودی رفت ولی در این مدت نتوانست سندهای قانونی برای کار را به دست بیارد. و گفته این جوان در کنسولگری تاجیکستان به او وعده دادند که به مشکلاتش رسیدگی میکنند. مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی سالهای اخیر زیاد شده است. این زمان گزارش ها درباره بدرفتاری کاردهندگان به شهروندان تاجیک زیاد میرسد و مقامات تاجیکستان هم میگویند در بازگردانیدن دهها شهروند کشور که در عربستان سعودی به مشکلات گرفتار شدند مساعدت کردند.